سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من ملیکا غنمی ام، اومدم با معرفی یک کتاب دیگه. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم عنوانش هست تجاوز قانونی که نشر مروارید چاپش کرده و نویسندش کوبابه است. ترجمه علی قادریه. طرح جلد کتاب الان در حال حاضر عوض شده. من چون چاپ قدیمیشو داشتم این شکلیه مال من، ولی الان طرح جلدش عوض شده. مال من چاپ نهمه. کتاب مجموعه داستان کوتاهه. تمام داستان کوتاه‌ها یه کوبابه داخلشه و تمام داستان کوتاه‌هاش تجاوز قانونیه. تجاوز قانونی منظورم چیه؟ مثلا اولین داستانش این شکلی شروع میشه که یک آقایی توی خونه خوابیده، ساعت 3 صبح یکی در خونه‌شو میزنه، میگه ببخشید میشه چند لحظه بیاین دم در. انقدر با احترام میگه، طرف پا میشه میره دم در، میگه جانم بفرمایید و اینا. بعد میبینه که خانواده پرجمعیت دم در وایستادن، یعنی عروس و داماد و مادر بزرگ و پدر بزرگ همه دم در وایستادن. میگه که ما خیلی عذرخواهی میکنیم این وقت شب مزاحم شما شدیم و اینا، یه چند لحظه بیاین داخل. میان داخل خونه و میگن اینجا خونه ماست و دیگه بیرون نمیره. حالا اون شخصی که صاحب خونه است یه عالمه داره تلاش میکنه که بتونه خونه زندگیشو پس بگیره، ولی اونا گفتن همه چیز قانونیه، شما خودتون رشد دادید تو داخل خونه. و ماجرای جذابه. تمام داستان کوتاهاش همین شکلی تجاوز قانونیه، یعنی یکی شب خوابیده صبح بیدار شده هویتش دزدیده شده و همین باعث جذابیتش میکنه. اگر جذاب بودنش میشه. اگر به داستان کوتاه علاقه دارین این کتاب کوبابه رو از دست ندید. تجاوز قانونی.